آقا بیا تا بهت بگم این دستگاهایی که توی میز تعمیرکارهای برد هستن چی هستن و چه کار میکنن. اولین دستگاهی که خیلی باید باهاش آشنا باشی دستگاه مولتی متره. مولتی متر به چه معناست؟ متر رو یادت بیاد. متر چیکار میکنه؟ اندازه‌گیر میکنه. یعنی میگه آقا از اینجا تا اینجا مثلا 90 سانتی متر. خب حالا دستگاه‌های مختلف این ترازو هم یه اندازه‌گیره. اندازه چی میکنه؟ اندازه وزن میکنه. حالا اگه این ترازو رو با این متر توی دستگاهی بذاری و تعداد دیگه از اینا کنارش بذاری اسمش میشه مولتی متر. خب حالا این مولتی متر ما چیکار میکنه؟ اینجا علامت داره. ببین اینجا زده. اینجا الان ولت متر اندازه‌گیری ولت میکنه. اینجا اندازه‌گیری اوم میکنه بهش میگن اوم متر. اینجا خازن سنج، اینجا فرکانس سنج، اینجا که اصلا فازمتر ارتفاعی هیچ، اینجا HFE ترانزیستور اندازه‌گیری میکنه، اینجا آمپرمتر